السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، این حال ما سفر به خانه خدا داریم. عظمتان خواهیش در حق ما دعا را فراموش مکنید. الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را توفیق و بندگی عطا بفرماید. در حق ما دعاگو باشید ان شاء الله. رفتیم در حق یک و یک شما دعاگو هستیم ان شاء الله، خصوصا برای برادرانی که با همراه ما همکاری میکنن در شهر سن پترزبورگ و در شهر مسکو، یکاترینبورگ، در هر جایی که هستن. برای گروه صلاح جامعه برادرانی که هستن با همراه ما کار میکنن. الله نگهبانش، جمله عثمان علی، مصلح الدین، عثمان بارشی نمیشم میگیرم، محمد، خور محمد، علی شیر، دلشاد، احمد، حاجی کامل جان، زهراب، که محمد لا و دیگه برادرایی که هستن الحمدلله با همراه ما. گفتی ورساکی благодарим каждому из вас. در حق ما دعاگو باشین که خداوند سفر ما را به خطر کنه، ساق و سلامت انشاءالله که برسیم در خانه خدا. و در حق دعاگو هستیم و شما را انشاءالله که در اونجا انتظار هستیم. از دعای سوالتان ما را فراموش مکنید. برادران ما هستیم، هر کسی که بگیم با همراه ما در علاقه هست، از نماشو بسیاریاش نمیتونم گرفتم. الله نگهبانتان باشه. دعای مسافر قبول است انشاءالله که از این حال ما در سفر هستیم و در حق ما هم دعا کنین. ملائکه در حقش ما هم نیز دعا میکنن انشاءالله. و قدر امانی الله ساعت 12 میشه انشاءالله. این حال ساعت حرمین عکس رفته سن از ما حرم میریم انشاءالله. حرمین عکس رفته سن میتونن که انشاءالله زنگ بزنین خریداری کنین. رقم های 90 90